هیئت پلن‌پایی مورد اسلامی به رهبری معاون اقتصادی ریاست الوزراء به منظور اشتراک در 17مین نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی ACO با آذربایجان رفت. قرار است ملا عبدالغنی برادر در جریان این سفر خود در کنار اشتراک و سخنرانی در نشست عمومی سران سازمان ایکو با شمار از مقام‌های آذربایجان در مورد گسترش روابط میان دو کشور در بخش‌های مختلف نیز نشست‌هایی داشته باشد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید که از سال 2024 میلادی بیش از 2000 گلخانه ساده و برابر با اقلیم را در افغانستان ساخته است. خانواده‌های مستفید شده از این گلخانه ها می توانند در آن سبزیجات تازه کشت کنند، رژیم غذایی خود را بهبود بخشند و از طریق فروش محصولات اضافی کسب درآمد خود را افزایش دهند. رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانی در سفر خود به لوگر برای حدود 200 خانواده سیلاب زده در ولسوالی‌های محمد آقا و عزره این ولایت کمک‌های فوری توزیع کرد. وی گفته که به دلیل بارندگی‌های اخیر در لوگر به بسیاری از مردم خسارات هنگفت مالی و جانی وارد شده و در کنار حکومت نیاز است که نهادهای بین‌المللی نیز از خانواده‌های آسیب دیده حمایت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که در ماه جون سال روان بیش از 256,000 مهاجر افغان از ایران به کشور برگشتند و کمبود بودجه ظرفیت ارائه کمک رسانی از این سازمان و شرکای آن را مختل کرده است. امی پاپ رئیس سازمان بین المللی مهاجرت با ابراز نگرانی از این وضعیت گفته که خانواده‌ها تنها با لباس تنشان وارد کشور می شوند و نیاز فوری به غذا، مراقبت‌های صحی و حمایت دارند. مسئولین امنیتی میگویند که روز گذشته یک جوان در شهر کندهار به دلیل مشکلات روانی که داشت خودکشی کرده است. همچنین یک جوان پس از مشاجره لفظی با پدرش بر سر موضوع مالی در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا نیز خودکشی کرده است. خودکشی از دیدگاه دین اسلام حرام است. اگر کسانی به دلیل فشارهای روانی یا دشوارهای زندگی به فکر انجام این گناه کبیره میافتند، باید بدانند که راههای کمک و حمایت وجود ندارد. سرپرست وزارت صحت عامه میگوید که سازمان‌های بین‌المللی باید خدمات خود را مطابق با پالیسی ملی جدید صحت تنظیم کنند و در کارکردهای خود به این پالیسی توجه جدی داشته باشند. این سخنان سرپرست وزارت صحت عامه در دیدار با یک هیئت بلندرتبه شامل نمایندگان سازمان جهانی صحت، یونیسف، بنیاد بیل گیتس و اداره مبارزه با فلج کودکان در کابل اظهار کرده است. کرکت بورد کشور میگوید که قرارداد آغاز و برگزاری لیگ برتر کرکت 20 اوری افغانستان روز گذشته در امارات متحده عربی با یک شرکت ثروتمند مشهور امضا شد. مسئولین میگویند که این قرارداد به مدت 10 سال اعتبار دارد. و روز گذشته یک انفجار در فابریکه در ایالات تلنگانه هند رخ داده که در نتیجه آن 30 تن جان باخته و 34 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مسئولین ساختمان فابریکه به گونه کامل ویران شده و هنوز هم در حال بررسی هستند. بعداً مشخص خواهد شد که افراد دیگر نیز زیرآور ماندند یا خیر. امروز سه شنبه در یک رویداد دیگر ناشی از وقوع آتش سوزی در یک کارخانه کمپلکس صنعتی سیواکاسی ایالات تامل نادوی هند 5 تن جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند.